موتر شهری بود دوست دادم که بالا شدم، یک نفر دیگه از بغل موتر دیگه برای شما انتظار است. در پایم زدن اون دیگه اینجا گرفتن انبردست بفهمین انبردست اینجا گرفتن تایید کردن، چیزی که نوشته کردن میگفتن نمیر بخون. خب من با وقتش ترس دیگه میفهمیدید چقدر سخت است. هر قدر تلاش کردم یکی از شماره تلفن به یادم نآمد. با حدی که یاد شاید فکر که من یک مؤسسه ملی کار میکنم و ما کمک میکنن، شاید ما چقدر پولدار باشم، با وقت که وضعیت زندگی ما به خود معلوم است که به صورت قطع ما زنده نیستم. دیگه 20 روزی که سر ما تیر شد واقعا روزای سخت بود که هیچ دیگه قابل توصیف نیست که با شما توصیف بتونم که چه قسم روزا تیر شد سر ما. نو بیا موږ ته څو کاریز و عریضه راغله، د هغه څه وروسته موږ پلان جوړ کړئ، پلان کاري مو ورته واچوئ او بیا باندې په هغه باندې عملیات شروع کړئ چې لله الحمد پرون موږ خپلې نتیجې ته ورسېدلو چې هغه اختتاب چا نه ونیولو.